مرا شکرانه از آن وطن دارم که من با عطر آزادی چمن دارم. همه صحرای میهن را ترنم کرده زیبایی، طبیعت را همه کوه و دمن دارم. به مثلم هر کجا چون من وطنخواهان بسیارند، به آن مهری وطنخواه که من دارم. به خاک این وطن فرد نمیرد بی کفن هرگیز، مرا شکرانه در خاکش کفن دارم. مثال مرچه خرد اگر در این وطن باشم، ولی چون کوه در قلبم وطن دارم. خیالم نور میگیرم من از این فیض آزادی، که چون از نیروی میهن بطن دارم. بیا حرف محبت را ز شعر غیزنی بشنو، که از نام وطن اینجا سخن دارم. اسلام جان محمود غیزنی. السلام علیکم مردم سربلند، هموطنان گرامی غیزنی من. شاید گوید که نه این آدم کی است، چی است، در دهه های ما چی کار میکند، در کوه های ما چی گم کردگی است. با خواهش بعضی برادران، بعضی هموطنان شما، هم دهگان شما، ما فعالیت ببریم در سامانه های یوتیوب، از همین دهه ها کمک معرفی میکنیم، از کوه و دمن، از باغ و چمن های شما نوار میکنیم. دهه های شما را برای یک عمر ماندن در سامانه اینترنتی مساعدت میکنیم. نواربردار هستم از دهه دشت قاضی، هموطن خودتان. در توی و معرکه ها، در جشنواره های مکتبی و خلقی خدمت میکنم. عکس بردار، نواربردار هستم. نماینده داریم در منطقه های شما. از دهه سار سهراب جان قیوم و خداخواه در خدمت خلق تیار هستند. طی چندین وقت است که با ما همکاری میکنند. من این روز آمدم به منطقه های شما، به دهه های جماعت دهات موقیان و فراب نوار میکنیم. حتما به کانال ما اعضا شوید، شناس شوید، با ما دوست و رفیق باشید، نوارهای ما رو پیگیر باشید. رفته برادری است. گل زیباغی زنده چیندن زندگی، از بهارش هم شمیدن زندگی. بلبلی شوریده گلزار عشق، با دلی صد پاره بودن زندگی. شادی ها چون لحظه میماند مدام، همچو باران اشک ریختن زندگی. یک دمی در عالم افسانه ها، اندرین کاشانه زیستن زندگی. وقتی شادی را به یادی روزی نیک، با امید آرزو کردن زندگی. خوشه از مال خیر بندگی، بهر آخر توشه بردن زندگی. همچو عاشق ها گریستن زار، از جهان دل کنده رفتن زندگی. راه ناهموار دیدن همچو کور، مثل یک مور خزیدن زندگی. شاد بودن در غم اندیشه ها، هم فیگار و خسته بودن زندگی. تا بریزی اشکی دیده را، یک نفس از شادی دیدن زندگی. شادی ها باشد همه چون لحظه، بار غم ها را کشیدن زندگی. دانه های خیر کاشتن در زمین، دانه های خیر چیدن زندگی. ناکسان را شرم می باید سخن، از حدیث خیر گفتن زندگی. این حقیقت ها همه نادیدن است، دیده را نادیده دیدن زندگی. بهر روزی ابتدا از مغربش، تا به مشرق هم دویدن زندگی. تا بلندی ها رسیدن در حیات، رو به پایانش خمیدن زندگی. با امید مهر کوی مادری، همچو یک طفل نشستن زندگی. مرگ را نادیده دیدن همچو کور، از شراب آن چشیدن زندگی.
پاره آتش را به جنگ پیلکی چشم، با تنابی دیده چیدن زندگی. خون دل را ریخت شعری غیزنی، هم نشاط و غصه دیدن زندگی. اسلام جان محمودی غیزنی. سلام علیکم. همین جا بابای وو خورده من. حماق جان چی نام داره؟ نام وهاب. عبدالوهاب. اینجا باغداری کرده سیدم؟ خراب را رو بالگری. خا جو میری؟ یک کوهاتون تماشا اومد. تماشا؟ چون میری؟ اما هم تو یک کوهاتون سیامکه کرده سید. کوه؟ صورت میگیری؟ صورت. تن همراه تا؟ من یک خدا. چی با؟ شما کجا؟ من دشت خوزی هم. دشت خوزی؟ بدون دشت خوزی؟ دشت خوزی ما اونجا هست. همه غیزنی بالای غیزنی تگ یگان تاریخاً یک جایگی دارد یا نه یگان چسبویش دارد یا دیگرش ما؟ اگه یک دیگری که با دختر گرفتگی و قشلاق جدا ده. نه تاریخاً چی؟ مثال بعضی معرکه یک. پیدایشش کدامش قدیم‌تر؟ اگه کونی چه غیزنی بالاش. خب پایین نو پیدا شده. پایین با نه بعد آمدگی. اکو کجام دیگه همون آمد؟ اینا همه طرف چینگ آمدی. غیزنی بالا چی؟ غیزنی بالا هم همه خیلی یک راش همین یک گپ بگی همه طرف رشن آمدگی. تحریقش هم بخیر. این سال پیش ده ها؟ همه کونه آمدگی. با گپ بگی همه رشن بالا یک چی آدم باز همه آدم آمدگی به همه با هم بچه کچو خیش توارسته. شما قیکی تنها میدین؟ من یک خدا آمدم. کجا بید شب؟ نه من شب سار بودم. ما همینجا صورتگیری کردیم. کوههای سار بودم دیدم. من امروز با کوههای شما آمدم. من همه یک کاری من همین فعالیتی من همین کوه میبرم سیامکه میکنم اینترنت میپرتم کاری من همین کسب من. نقده بسیار نقده کار. اکن بعضی کوههای مثال بسیاری دیدگی نه تماشا کردگی نه. نه بحری دل آدم میکشا. راست کوه غیزنی پایان اون طرفی هم میخردی ها؟ هم چرتی اورو. گذشته اون طرف گذرم مشهد میخوازی یا نه؟ رای کنم. مشهد راه داره هم نیست. با برکه اگر رویدگه اورو که گذی تابونی شینگ. پشتی این کوی بلند نه؟ کوی بلند. شینگ که با آبل داره اونو. یک تا دو تید ما مایده برم. یا دو تید ما میبرم مایده. یک نفسی دم میگیریده. دم گرفتم وقت تنگ تا بگونه با فرامده قشلاقای نوار کرده برفتن کو. با قشلاق مری؟ چقدر میپر گریه؟ اکو ما اون طرف که میفرام طرفی. هم اون غیزن تاکیم. غیزنی تاک میفرام. اون غیزنی اینجا آوری موچن را. وای دیدم. سه چهار کار رفتن همونجا کپم میکنه همونجا بعد هوای قلیپوری راحت را ری هوا رو غیزن تاک بایم فرام. رحمت کلام. شما نیک دست قاضی. ما دست قاضی ما. یا دو تید ما. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی را طلب است حاجات است مقصود است یا سیف الله ذوالفقار هر بلای هر جفای پیش آید دفع و پروردگار رای سفید ساق و سلامت عرم دراز خدا کشایش ده کلام ریب کاردان فرار هزار رحمت کلام مالش. امک هستید بابو هستید اکو هستید. باغتون دیدم سخت مهنت کرده بودگید میدرویم به خاطر نوارگیری نه یگان برگ درختتون آزار میتیم نه یگان میوه و غوره و سیبوی و شاخ درختتون آزار میتیم میدرم که مهنتاتون قدر کنم با در غضب نشوید به حد باغ زیبا و مهنت‌ها رو بنیاد کردگید. یک جهان تشکر دستتون درد نبینه. آمد زمان گلها فصل بهار امروز بحری همه نشاط و سور و مدار امروز دشت و دمن شکوفان سبزه چی خوش دمیده لاله بر رنگ احمر در کوهسار امروز حالا چی خوش شکفته گلزار دلبران است شادی به قلب عاشق آورده یار امروز آن ناز و اشوه هایش افسون نموده دل را ما را کی دل نشین است چشم خمار امروز دل میبرد حلاوت از دیدن جمالش کی دل نشین و زیبا رقص نگار امروز. اسلام جان محمودی غیزنی.
سرگاهی دیههای غیزنی بالا و غیزنی پایان کوهش برآمدم. سرگاهی کوه نیوخه تپگی. این طرف به غیزنی بالا تعلق دارند میگن، این طرف به غیزنی پایان. برنامه ما از هر دوی غیزن که هست همینجا فهمیده بودم. کسی یک چند برادره غیزنی یک مرتبه ها هم صحبت شده ایم، گفتن که در دهه ما یک مرد یک چند مدت گرچند جنگلبان هم بودند، اما نوابسته از اون که جنگلبان هستند یا نه، در همین بالادستی کوههای ما باغ کرده و آباد کرده و باز همین منطقه ها رو همچون جنگلبان نگهبانی میکنن، احتیاطش میکنن، نمیگذارن که بوری شود، ویرانکاری شود، شکار شود. فامیلشون چی گفتن نه؟ ما اونجا برای فراموش نکردن نوشته گرفته بودم. همون کسی کوبیم پرسیده شاید پیش ما اون کس برادر پرسیم کنی یافت میشد یا نه میودم. حاضر تک مرزا امین گفتن کنی اگر یافته میتونستیم بهتری میشد. اون بالاها دوتا سه خانه چه شاید در همونجا ها باشن. رفتیم خیلی هوا گرم. دستی هر ناکس مگیر در نیم راهی زندگی، ای یک قدم پیش از تو ماند پیشی پایت می دهد. دل فیگارا پیشی هر ظالم مبر روی نیاز، ای رو خداگوی و خدا جوشم خدایت می دهد. دل فیگارا پیشی هر ظالم مبر روی نیاز، ای رو خداگوی و خدا جوشم خدایت می دهد. از ناحقی زمان رنجیدم من، نیکو بدی آدما نگردیدم من. با این همه پسندی ملامت نزند وای، با این همه را دوباره سنجیدم من. همینجا دوتا کپا نمایان شد. در رویم بینیم که چی گپ است و چی کار است. همینجا یک دوتا مردک هم نمایان. اشرتی دنیا مجود دنیا جزایت میدهد. ما کوی امیدش شناسه کوی امیدی یا نه؟ اشرتی دنیا مجود دنیا جزایت میدهد. بعدی بزم و بعدی شادی غصه هایت میدهد. نامش با چی؟ بابا جان اسم چند بخونه؟ سلام علیکم. بر زبان هرگز میاور حرفی ناجا جانی من. نه کار کردن خودتون تی رحمان خودتون رحمان موندن شده تمام اول خودتون نکتی منم موجود دیدی مون او رو همین کویش ما سیان کومده هزار رحمان سلامت باشه. اینجا فقط بوقای خودتون میکو؟ هم بوق کردم یک تا اکوی وای بودن من نامشون فهمیده بودم. عبدالامین می محمد امین می مرزا امین هم که دمی طرف رو باغ دارن؟ کس باغ ندارن. کدام طرف باغشون؟ باغشون اون طرف. اون طرف می من همون که دربارشون فهمیده بودم. او همین طرف میگفت سرولش دادن. همون طرف باغ اینجا سرولش. اون طرف دریا ها؟ همون طرف. کدامش؟ اینجا نمیدونم. ها پویننگی می؟ این طرف. دام پوینه وقت باغ دیداست بودم نکی. نه همون باغ و رقمشون هست بابا؟ همون که یک تا زنگ زدن کرد ما همون که گفت هستش آمدم. خیلی. ها بابا جان
Küçük tuhaf çarkı mı? Ay koridor değil. Toşna. Ne yapacak ki? Molof diye işte gidiyor. Navaşçı. Ros xezne günü o. Ne taş? Reaksiyon bu xezne günü derizine. Xudaş bezor bulum demeyince. این دوی کاپی همین خودت نمی؟ کدام مهمه به تو؟ Niye yakış? Yakma. ها Yakış kıkıyor. Bırak yavrum bile. نه Kardeş yak yola. Gece bol. نمیدونم Hayır dostlar. الدينا اینا نمی‌فهمی همه سال نمیدونم همین شب باشد یا که باشد همین شب باشد. می کجا با؟ آنی کپی بزگله میاد که اونجا بزگله کجا با؟ دور؟ هم ماشی بود یقدر راه دست کو Sıra zaman şinoktan diye. تماشا کرد İnternette tamaşa mı kuran? Ben ama güzel ki bok kere girak kere gel Ömer YouTube'da. ها این که اتری و اومگی من پدر رو سیمون چخه باخ کرد مهنت کرده تا نگی من زیاد میکنیم دیگه این هم تو مهنت مودی خیلی مهنتین این در این بلندی این آدمو خوشش نمیاد در تکی درجه نهالش نه من این چیزایی میدونم خدا من بسیار گشتگی بسیار جور رفتگی اکال آستاسه با خدا حتی تک باخ کردم برات خدا خواهد کشویش دید ایناش کپش شوادش Ben kabalardı ben geliyor. نه اندو Derak geliyor. بهترین خدمت کنید به پاداش نمیمونه خدا خواهد این اکا من این رنگی غیزنی پایان میمونه این Yani nasıl rezilin falan var rezilin. وای بولو ها یک تا دونگلی وای میکرستی جدا Yaklaşa. Ana şafi avliya mı gudan? Mazarat imkan bakvat. Tek yamşak beni kirişiş minam. ها سفیدارو همون نمی؟ سفیدارو نمی؟ Annem sefidar. سبزیکتی هم تو اندو فرامدگی اینجا بهترین جای زور از جنگلات از جای بود نغز نگاه کرده تا اون دره یا بسم الله الرحمن الرحیم انا کپا عزیزوی دل ما اینجا هم اومدیم باز بالو نشین شدیم باز مهمون شدیم من اکوی مرادبک در آوردن سری پیاله چای درمی اولجا با میگم که دلتون در جرعات و قیماق ور گم زند من تیر ما اکو عرصه که اومدید بعد میباید خورد یک چیز همه وقت برایم جالب است هر یک منطقه جرعات شیر قیماقش طعمش فرق میکند اکوی مرادبک میگم که من شما هم تو دیدم و شناختم دیدم یکم بار سلام علیک کردم و شناختم در یوتیوب تماشا میکردن همون باغای امکی حضرت خود دههای فراب همون دههایی که در همین گرد و اطراف ما نوار کرده بودیم تماشا میکردن انکو من گفتم خودتون خود تماشا بکنید همین دههای خودتون حاضر ما خود میده میبریم جنگل یکم تماشا بکنیم نوار میکنیم میفریم باز میگم یک جان تشکر مهنتتون راحت شد که درباره همون اکوی که مرزا امین پرسیدم چیا گفتنی هستید همون آدم در حقیقت بعضی آدما بودن که برای من گفتن که خدمت کردن مهنت کردن برای آبادی همین کوه‌ها خدمت کردن شما چی فکر دارید در مثلا اون که از آقای همین سال 2005 2006 این جانب من میگم برادر شما من ارچه رو نگاه کنید میبینم هرچی وقت بهار برق ماه فعال جای چشم جاهای بهش کنده میشینونیم برای میکنیم من حاضر با برای سیام میکنیم میبینید همیشه همون گفتهای آدما درست هستن که برای طبیعت بسیار مهنت کرده هستن بسیار مهنت میکنن آدم همون آدم رقمش شما زنگ زدن میتونه موزی البته یک زنگ زنه دکان کسا برای چون نمی‌بردن وقتی نماز هست کو سلام علیکم اکا شما لازمی سلامتیتون هست یک تا آدم بودند امید گفتگی بچک من این آدم یوتیوب با تماشا کردگی مثال کار رفته آدمای کی باغ کردگی کی راه کردگی کی نغزی کردگی گجا بچی کبوتی کردگی آبادی کردگی کو شما هم دیده گیستید این چیزا کافته همیجا اومده این پیش من پیش مرزا امین گفته پیش شما بانی ها از پیش من وای شما با
نامشون کی گفتید؟ نامشون امید. شما یوتیوب بدارید اون آدم همه میشناسد آدمو. امید ها شد امید. داشتی قاضی و سیل آمدگیش به رفته سیانکه کرگی مثال تاش بولاتا گیته وای بردگی فرا بردگی کی باغ کرگی کی آبادی کرگی هم تماشا امید همه جا آمده می. او کافته شما پیش ما آمده اینجا. خیلی ما خیلی این کسب گپ زنید و با اون ارچهای کبوت کرگیتان کارهای کرگیتان آبادی همیشه فهموندم این آدم با قشلاق به چی رحمت دستگیری شما هم هست که اینجا دستگیری شما هم کلان اینجا خیلی مهون خیلی گفتم من این کس که همون کس هم خیلی گپ من یک گپ زنید الو اکا خوب هستید؟ کارتون هست؟ شما لازم برای سلامت رحمت شما تماما در اون طرف دیگه ما خیلی شما که فقط یوتیوب تماشا میکنیم یک بار ما آدمای شما برین خودم کافته میبیام من فقط سال چپ اومدم شما در خود اون طرفی دریا بودید من این طرفی دریا سر بالا شده یگان کسی دم راه ندیدم همین منم یک دو تا کافه دیدم راست همینجا اومدم که شما در خودی پایم بودید رحمت برای از اروپا اینجا بیشتر وقت سیاز نیست ما شما از آدرستون اکو و آدرستون اکو مرادبک دادن من اکو خا کیروی اختر را اومدم همین یک ارچه های و منمی جنگلاتون جای بهت خوشرو داشته تون یا سیانکه میکنم و با فرامده مایده پیشتون میرم با خود با خودتون صحبت میکنم از با فرام اگر با زنگ میزنم تون رقمتون اینکاس میگیرم از هزار رحمت کو پناتون با خود ما فرامدم زنگ میزنم اکو شما با خوب شده محل اکو گم نیست پناتون با خود خب وقت کنون جوراتی که میخوریم قریب به قیمه مونند است رنگش هم خیلی کن سخت مونند مزهش تماش اکوی مرادبک میگن که همین ماهی مایه تمام چیزش سخت فایده دارد من برای مثال گفتم که از نظر به اصلی تیر ماه اصلی بهاری مردم میکوبد همین ماه چیزش میگن تماما طعمش و مزهش و فایده ناکش فرق میکند در حقیقت من راست میگم که هر گوجه قایماقش فرق میکند بسیاری ها همون فقط قایماق و شیر و منطقه های خودشان خورده عادت کردگی همین چیز ممکن افسانه میتواد اما این حقیقت است که مزهش فرق میکند حتی در بعضی دهه ها میریم دو نوع دارد مثلا دو سوی دارد مزه شیر و جرقاتی این سوی از اون سویش فرق میکند در همون اورمیتر من همین چیز عیناً دقیقاً حس کردم که تگابی کلان از تگابی لنگر مزه چیزهایش گل و گیاهش طبیعتش فرق کننده است بعد اکوی مرادبک میگن که همین آبی چشمه که از نمی نزدی آولی همین کس میبراید یک خصوصیتی دارد که تماما میگن در زیر چاینک نکیب میگیم که اون سفیدی که میموند نمیموند تماما چویش هم خوردن سر نمیشد خورد با خوردن میگیرد من از یک خودی من یک ترموس چای خوردم ختم و تام چای ده با از که چای منم 4 تک میاندازه میبرم چون قشلاق به یک کف چای میریدید میبرم که همین من از اعتبار ندادید کم چای میاندازه مازش میبردم چیز مازش میبرم خودش هم آبش هم نوشیدن به یک قم بخورید و دیگه تماما دیگه رو این چیزا آدمی ممکن چوپانو باور میکند به خاطر اینکه بسیار جای گشتگی تمام جای باد و هواش تمام جای گل و گیاهش شیر جرقات چای همه چیزش فرق کننده است کم وقت یافته با گاه گردید بهتر است کوه به حد یک آدم کشوده میشد سلامتیش نقض میشد خیلی خستگی که گذرنده است از اکون گوجو تماشا میبرید گوجو نوارگیری میرید لیلاقی گاو میریم خدا خواهد بریم خدا تماشا کرده اکون بالا پدر همونجا بالا و پیشی گاو با هم میریم اون کس به یک نمیتیم ترماس چای میگیریم برده میتیم یک چرم میتیم آمد کم نیست کن دعوتی کنم رکس بیا جنیور چه میکنه دیگه نبود در چه جا همینجا به یگان خیلی هم سیانکاش برزان به ممکن باشد همینجا به یگان دو هرچه نبود بعد سال 2005 من اینجا خودش یاش بدهش انیخ برگش هم انیخ یاشه کو دیدی؟
Yosh, yosh. To'la. Men bo'langa bir necha yosh akak. Menga nima? So'rish og'rish shunday. Ha. Po'ynam buticha ancha juda saqoni. Ey, qanday shonasini. Hamma bayash. Voy bu. Afsoyish archiv Sus saqoni in. Şans ola ha ban mexiz. Ras. Ha, söyle baka. Laba. Bol Mirza'nız, ana hamisini خودی آدم نیست. اون درخت‌های نشیننده ای بالش بکن. دیدم ها. منم درخت‌های نمو آدم. خود این پایان جدید درخت کرده خاک کننده همینجا. خاک برده اونجا خاک نیست که. اون لای چیز کرده. من مولی کی منی؟ مال غیرت میگودیم. چوپان نو. آول. من میگم این داشت که ارچه بسیاری چه خوش شده تگاش خوش شده نمیمونم یا اون کثرت نرسه خوش شده ارچه راست اما نه ممکن که دارو میموند که اونجا هر روز بزرف کوی سرخ اونجا ای بر زبان هرگز میاورم من حرفی ناجا جانی من مژده‌ای گوشت شنو عکسی صدایت میدهد فهم بیام یک زیبایی طبیعت که بودم راست و میگیرد نه که خوش رو میگیرد در دیلت بشکن همان نیرنگی شیطانی رجیم در دیلت بشکن همان نیرنگی شیطانی رجیم شری شیطانی شکست و صد بلایت میدید اشرتی دنیا مجون دنیا جزایت میدهد مرحبا یک سر تازه ایجاد برای دوستان عزیز زنده باشد خیشه نیلو همه کسی سربلند باشد توی مبارک شود جنگلی چی میگن؟ جنگلی ملایان باز غیبت میکنی بهترین عهدهایت را شکسته باز تهمت میکنی پیشتین دریش این بود است من همین بولو هفکول اون طرف ها اینجا که نست فرمه نمود موقعیان غیزنی بولو همه جا می نموید خورمی فرود پشتی قربان ناکسی خیش را هر لحظه قسمت میکنی ای بین دوستانه که آنان هم نوایی داشتن ناکسی خیش را هر لحظه قسمت میکنی راست خودتون میگید که این چیزا بردن آدمی که وجدان داره که دور رد میموند راست اکو راست کپتان یک کتاب گاه راست بود تر میبرانه چشه میگوید بو کنه کیف کرده پرده ای از بحر من
یک زمان کاری خیره کرده ای از بحری من شرم نکرده دیده و دانستم مینت میکنی از پی آزاری دل با کی نجویی های خش به ای با دشمنانم با صحبت میکنی 20 سال بازار ده همینجا من دینم شده باشد که عقلم کار رسونه چه بگی زیبایی طبیعتی کاک اولار گفته که چیز بود گم شد برای افسوس بود هلال ها؟ هلال ما اولار میگوییم همین قطعه میبرم از خشرو مخون اینجا اکون بعدی که آهلشینی گم شد کبوت شد اینجا خاک شده برفته بود دیگه کبوت شد حاضر که اما به حد خوشرو شده است که من این پوینو ارچه چای نه نمیبرد حاضر نمیمونم ما یک 20 سال باز نبر بچه ما ناز دیامد ناز باور کنید که هو نازی همه خیلی نگاه نکنید خیر میشد هیچی نمیمونه یگان چیز نمونده بریدین فتون من خدا همینجا 20 سال یختون رفته از برای خدا باشیم دلم شود که همین اقلام کار رسونم تو نم تکوا چیکار میکنم خوشرو شود زیبا شود راست خداش انیق ما مهنتاتون زحمتاتون انیق راه زدگیتون بوقای کرگیتون بوقاتون ندیدم مهنتاتون دستون در نبینن رحمتی کلام همین با عبرت شود یک تنیمتن همین یوشو یاد گیرن و همون بریدن و تر بری اقلم یک درخت موند باشیم یک کس سایش بشینه راست دلی آدمی زاد نمون راست یک درختی که در یک جا موند بهتر بفکر راست ما گاز در خاطرم برام دست همین اکی مراد بکت همین کار کنیم اشما یک التماس داشتم یک تا همون دونی باغتم و نام من درخت میشینوند هم بگذار ما چندین سال همین میشینوند درختی امید میگویی یک تا میشینوند اکا هم درختی هزار خدا خان نشون میداد من نوار میکنم حاضر همین چیز در فراموش رفته چه شد که خستگی بود چی بود یک درخت دیگه خدا خان کله کار نکرد انچه چخچخ کردی هزار آمدم مهنتاتون راحت شود من با آنچه شدیم عبید کردیم من کاپی کتام اشکام سیر شد هزار آمد ما نمیبریم باشه دلمون نمیشه من خودم شخصا به خدا دلم شود برام باشه راست چی نمیبرید باشه به انصافی ده در عرفیت بعضی آدم میگن که تربوری با سربوری برابر افتاد یا همه خیلی هم میگن من این گز بگفتم داجی اکونای وای همین ماه فوریه دیچاش کنده برده هم پایان نوکای شنوندگی همینه برده شنوندگی گفتم روز وقت کبیر شود خود بیام خواجه یختون رفته بیدنه هم برسای دید دین ما همینجا بودن اما خواجه یختون بودن دینه پیش مرزامی میرم همینجا برام هذا مول گشتن گفتم این کس بگوش مول بسیار بود من سخت بارد هوای من میسه انا حاضر چقدر بارون میشود چقدر میشود سیلا چخیر بریدن من همه خیلی بچیم ارچه زاره نیست کردم راست این گندهش که بریدن در 5 منوت میبرید این یک کلانشوی 100 ساله ها در 100 ساله ها در کار که این کلانشوی شما طبیعت دوست بودی من سخت نازبینم دلم نمیشه یا شاخچش کنم من این کسی همین وای به تماشا کردی دم تو سر از شناختم چی اینترنت یوتیوب بده کجا رفته کی باغ کردی چی راغ کردی برو هم لایک کردی که این نقطه مهنت کردی چیز کردی گفت اگه آدم طبیعت دوسته تاش پولات گفت خود فراب بردگی یک شال شد فراب همه جوش تاش پولات خوندی ساز شناختم همه خیلی ما کسبم هم میامد اما جا ما وقت دوم میتیده که من تو که میبرم یا پشت همین طرف شینگه تماشا میکنم با فرومد رفت پیری با در لشه کسب کار برای الله اکبر هزار احمد ما جان یک جان تشکر تلفن هست با خدا یک چرخ زده بیدگی خواهد هزار احمد پایینا رفتتون اگر طرفای دشت خوزی مهمون شویدون هزار احمد اکبر جان اکبر جان پناهتون به خدا هزار احمد پناهتون به خدا شکر گویم مر خدای پاک را اون که جان بخشید مشتی خاک را شکر پروردگار شکر تنی صحتی دادگیش شکر آبروی دادگیش در نام مرام پروردگار مهربان من در جانب کوههای دره شینگ دره هفکل قرار دارم از همون منطقه‌ای که میبینید به همین جا آمدم نمیدونم برای من راهی بسیار طی کردم شاید برای چوپانای خنده آور باشد اما برای یک شخصی که گرچنده که زاده ده هستم زاده دشت قوزی هستم من در شهر پنجکن به وای رسیدگی که هستم یک سالهای طولانی در شهر پنجکن بودم
برای اون یک شخصی که در شهر کلان شدگی است اینقدر راه رو طی کردن خیلی ها زحمت است. نمیدونم باز اگر کلان بینه شد دره شینگ است. من فکر میکنم من همون دهه شینگ است. اینجا زمین های همین دره است. نمیدونم تخمین گام نزنم که کدام دهه کدام منطقه اینجاها الوهیده خواهیم آمد. خدا خواهد جنگل های دره شینگ به نهایت جفس است. درخت رو طبیعت رو احتیاط کنید. من در مسئله طبیعت نگهداری مردم دره شینگ و هفکر یگان گپ ندارم. بهترین است، عالی‌ترین است، عجایبات است. باور کنید دم بگیرید شمالک وزیده ایستاده است. از همین جا برمیگردم به جانب دهه‌های خیزان. برادرای خیزانی من کم بود زیاد بود، کمی ما رو به جای مول بینید. اگر گویید که رحمت که سخنی ما نشکستی، شاید اخیل آدم‌ها نه ما رو دیده ایستادن. اگر گویید که زحمت کشیدی، مهنت کشیدی، همین کوه‌ها و آول‌ها و دهه ما رو نوار کردی و در سامانه اینترنتی پخش کردی، ما چیکار میتوانیم کردن؟ یکم درجه میگم اعضا شوید، پادپیسات کنید، حتما کنید التماس. دوم یک کامنتاری خوب نویسید. لایک موندن به خودتون واگذار میکنیم، مجبوری نیست، اختیارتون است. اگر گویید که این حالا کم است، راستی خرج و خراجاتمون خیلی زیاد است. نبر آمدم اینجا در اینترنت که طلبندگی مشغول شوم، اما برای شخصی که مرا درست قبول میکند این گپ درست میتابد. خرج و خراجات زیاد است. اگر میگوید که حالا هم این کارهایی که کردیم کم است، باز چیکار میتوانیم کنیم؟ همین در کارت هایی که در زیر اکران ها میبینید سهم خوردکه که خودتون رو گذارید. بچه خلاصه ها آمدم تشکر میگویم به همه که مرزا امین بودن، محمد امین بودن، به همون شخص، به برادر عزیز مراد بک، به پدرشان تشکرهای زیاد که ما رو مهمانداری کردن. انا همون برادر ما رو تماشا میکردن. از شما خواهش دارم که نوارهای ما پدلیت کنید که تا دوستان و نزدیکانتان دیده باشند، تا دایره شناس های ما زیاد گردیده باشد. از سبب اونه که همون شخص ما رو میشناختند، یک بار دیدند و مهمان کردند، شاید در بعضی جاها میرویم خواطر میشن کی باشد چی باشد، برای چی نوار میکرده باشد. حتی مال ها رو اجازه نمیدن که ما به نوار گیریم، میترسن. نه نکن راو. این حالت ها میشد. من این چیزای یک کادر رو دلیل میکنم حتما. به همین خاطر از شما خواهش دارم که برای پیشرفت کانال ما سهم خودتون رو گذارید، در بری ما باشید، در توی و معرکه هاتون دعوت کنید، آمده خدمت کنید. من این خدمت ها که رایگان بودن میخوایم به همین وسیله ها در توی و معرکه های شما خدمت کنیم. یک جهان تشکر که با ما بودید. کمی ما رو به جای مول بینید، کم و کمبودی ها رو به نظر نگیرید، خودتون رو احتیاط کنید. سربلندی و خانه آبادی، ظفرمندی و سرفرازی، آسمان صاف و بی‌غبار نصیب یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی باشد. پناهتون به خدا. نوارهای آینده ما رو پیگیر باشید و تماشا کنید و در بر ما باشید. یک جهان تشکر به مردم خیزن شریف، هم بالا و هم پایان. از پی آزاری دل با کی نجوی های خش، ای به ای با دشمنانم با صحبت میکنی. نانی ما را خورده ای دوست باز غیبت میکنی. عهدهایت را شکسته باز تهمت میکنی.